ҳунари ӯ дар қалби онҳое ки ӯро дар саҳнаи театру оинаи нилгун ва экранҳои кинотеатрҳо диданду ҳунари волояшро тамошо карданд мешиносанд. ҳоло бошад дар барномаи ситораҳои синемо дар бораи рӯзу рӯзгор ва кору фаъолияти ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Ғолиб Исломов бароятон қисса хоҳем кард. бо мо бошед. Ғолиб Исломов 9 ноябри соли 1947 дар деҳаи Баҳрушони ноҳияи Рӯшон таваллуд шудааст. ӯ нахустин роҳи санъати театриро дар маҳфили ҳаваскорони мактаб тай кардааст. дар мактаб ӯ аз устоди худ Ғуломалӣ Қадамалиев ки роҳбари маҳфили ҳаваскорон буд сабақ омӯхт. саҳнаҳо таҳия намуда ба маъраз мегузоштанд. ҳамсабақон дар саҳна аз бозии Ғолиб ба ваҷ меомаданд, зеро ӯ дар саҳна чолок ҳаракат менамуд. кӯдакиам хандабарлаб дар лаби дарё гузашт. кӯдаки Ғолиб Исломов чӣ гуна гузашта бошад? зеро аз кӯдакӣ аллакай ҳангоми мактабхонӣ ҳамсинфон Ғолиб Исломовро аллакай актёр меномиданд. барои чӣ? зеро дар байни ин қадар яъне қариб 20 нафар талаба ёки толибилм махсус шуморо ба актёрӣ даъват мекарданд, ба нақшофарӣ даъват мекарданд. инам шояд сабабгори ҳамин воқеаҳо, ҳамин сабабгори он ки ман ба ҳамин соҳа ба соҳаи ҳунар равам, имин кӯдакӣ буд. они кӯдакӣ ман гумон мекунам ки дар хуни авлоди мо ин ҳаст, чунки як амакам сеторнавози моҳир буд ва сетор хуб менавохт. амаки Қурбонбек бачааш бошад соли 41 дар декади тоҷикон дар шаҳри Москва дар пеши Сталин кӯдаки ансамбли таронарақс Помир қатӣ баромад карданд. шояд дар ҳамин хун бошад ва аз оне ки ирсӣ буд аст ки ба шумо мерос ман гумон мекунам михел ва овони бачагиам дар мактаб кружоки худфаъолияти бадеӣ доштем. اونجا هم اشتراک میکردیم، هم خیلی سرود میخوندیم، هم حرکت میکردیم، هم صحنه‌های درامایی بازی میکردیم. شاید همین سببگوی اون شد که من با این راه روم. شاید هم نه، با فکرم همین خیلی و این در دلم بود. و وقتی که مکتب میانه ختم کردیم وقت ولی من نفهمیدم که با این ساحه میرم. من والدینم گفتن که با دانشگاه طبی داخل شو که در اولادمون دکتر نیست، من آخر دکتر در کار و مکتب خوب و عالی میخوندم. خیلی داخلم شدیم، یک سالم خوندم و وقتی که حجتای من دادن گفتن که شهر کیف میروی، اونجا دوام میدی در دانشگاه طبی. من حجتام قطعی همین یک تقدیر خودم از سنجیدم با دانشگاه صنعت تئاتری شهر مسکو گیتیس و همین تقدیر همین بود است که داخل شدم و کیف نرفتم. 5 سال در مسکو تحصیل کردیم و این سبب به آن شد که من با این پدر و مادر راضی نبودن از این کسب انتخاب کردن؟ اول راضی نبودن، اول گفتن که خیلی این نمیدونستن که این یک شاخه‌اش کجا میرد و جهانش کجا میرد و این هر کس دل خودش با وای. لیکن فهمیدن که خیلی من بسیار شوق دارم. همین بعد دیگر گپ نزدن، دیگر همین آهسته بعد دیگر همین باز هم میگذاریم به دوره کودکی. از روی شنید فیلم های هندو رو بسیار تماشا میکردید. شاید میرید ما دوره اینا می در دهه ما وقتی که وقت فیلم های استیصال کینوستوی تاجیک فیلم می آمد یا هندی می آمد، این در دهه یک عید بود. همین بچه 6 باری 7 باری تماشا میکردن و از اون فیلم ها ذوق می بردیم و تماشا میکردیم و همه حواس می بردیم. در خورو یک کینوتئاتر بود، کینوتئاتر تابستانه بود. وقتی که پول نداشتیم تماشا کنیم، ای بالا درختان میبرامدیم تماشا میکردیم که این فیلم خیلی است، کی بازی میکنن اونجا. از اونجا بعضا ما جنگ میکردن، بعضا پیش هم میکردن. کودکی. از هنرمندان هندو کی را الگوی خود میشمردید؟ یعنی کومیر شما کی بود؟ که راج کپور این حال هم و اون یکم بار
وخوردم با راج کپور در وقتی که در مسکو میخوندیم و فستیوال اونجا آمده بود. انا همون جا در مسکو و چشم خودم راج کپور زنده دیدم و وقتی که سرود خوند دیدم اصلا موند. و سرود خوندن نمیتواند. و من بعد فهمیدم که در همون فیلم های هندی و مخصوصا واسخون میخوندن اکتورهای هند فناگرام مقاطی و چیز میکرد. همون جا ما نمیتونست است. لیکن هنرش راج کپور این تا حالا یگان هنرمند هند تا وای نمیرسد رسیدم نمیتواند. وای همه جهت اون اکتور برای من از هندوها اکتور هندوها و برای من تلان وای میموند و حواس میکردیم. از همون فیلم و نقش آفری راج کپور بود که شما به خود چیز گرفتید و در یک فیلم هندی نیست نقش آفریدید. و این تصادف بود. لیکن تصادف بود. این همون لحظه آرزو نمیکردید؟ خیلی آرزو میکردیم لیکن ما امکانات نداشتیم. اون وقت در اتحاد شوروی با فیلم خارجی و قطعی این ممکن نبود امر محال بود. و این یگان وقتی که همراهی میکردن همون کینوستودیوها با استودیوهای من ازبک فیلم و سووین فیلم و با تاجیک فیلم و انا اونجا با همین اگر کسی که میغلطید همونجا انا یک وقت تصادف شد رژیسور لطیف فیضیف از رژیسور ازبک این گروه خودشون بود. بعد رژیسور و هندوها از اون گروه خودشون بود. همونجا یک اپیزود من دادن همون اپیزود و در خاطرم بسیار مونده است و یک عجایبات شده همون چیز خطی. همون اکتور درخمنده میگن چی میگن همون علی بابا بازی میکنم. وقتی همون اپیزود وقتی که همون دختره که قفس خطی میبرند و بعد میگه او پچا میگه پچا بعد وای دویده میرند از دستانی و بستگی من بالای اسب سلاقتی سلای شاهی دارم. من یک بوی که وایو سودا میبرم غلامایم. بعد وقتی که میراد با یاردم وای من وایم زبان روسی قطعی بود. من گفتم کدا سبک نزد و من میکشم وایو بعد قمچین در دستم همین میزنم سخت بالای اسب. همین مشق کردیم تکنیک که مشق کردیم همش ساز بود. وای با چقدر سرش میبرداشت من بودم دستم قد کیفتش و میزنم قمچین قطعی. همون مومنتی بناورگیری مومنت سیومکا مومنت موتور یک شمالک کوستوم یک شمالک اومد و همون سر من روی من محکم شد. من سرش ندیدم. لیکن همون چیزش همون جای وای خطی من میدونم که تا کجا دستم بود فرورم کتفه بزنم. وای سرش بسیار برداشت. همین که بعد زدم همین همچین در چوبین در سرش زد ترخی کردم خیلی خودم حس کردم. وایم بعد وقتی که استوب شد و گفتم بخشیش با زبان و بخشیش و کیم چه انگلیسی خدی گفت که سرش خوردم خیر سخت زد. بعد دیدم که لطیفه گروش گردونده خنده کرده زواز من گفتم خیر گفت سینیات باشه اون رسم دارم منوله. این همین خیلی نفهمیده ما خودمون در این ساحه رفتیم. انا واسه بچه‌ها که میبینیم بچه‌ها میگن بعضی چیز میپرسن خودم با یاد میارم و میگم که اینا بریم بودم. بعد میفهمونم چی کردن در کار. اگر خودت که کسب هنرمندی روید کسب اکتوری روید چی کردن در کار با چی مشق کردن چی با دقت کردن در کار. یعنی راهی به سوی هنرمند شدن رو نشون میده. خیلی اون طرفش اگه پروردگار کار خودشون کار چیز است. این هر هنرمند روی خودش دارد. تابستان سال 1966 بختی بلند میسر گشت. غالب دانشجوی دانشکده تئاتری به نام لوناچرسکی شهر مسکو گردید. او مهر، محبت، صداقت و وفاداری را در سیمای باطنی استادان درک نمود. خصوصا مهر مادری را در سیمای معلمه اولگا پیژاوا احساس نموده کمر همت بست که مانند استادش شخصی برآمد گردد. 31 نفر جوان دختران و جوان پسران به هواپیما سوار شده به مسکو برای تحصیل رستگار گردیدیم. در بین این 31 نفر غالب جان اسلاموف نیز حضور داشتند. دشوار نبود برای شما یک باره به گیتیس داخل شدن؟
زیرا نه به هر کس میسر می شود که به آنجا داخل شود. ها با همون اینستیتوت از دانشگاه تکنیکی اونجا از باومن گفته از چیز گفته رادیو تکنیک اینستیتوت در اینستیتوت ما در مسکو در یک جا 250 270 کس می آمد و البته مشکل بود. اینا خود مثال گیریم یوری نیکولین اینو ارتیست نامداری نامداری حکومت شوروی و در تمام جهان است. 3 بار در امتحان قبول نمیشد. 3 بار در دانشگاه. اینا میخیلی یک کس میشه اینم یک خداوند و مدد کرده میخیلی. در معلم ما نقل کرد وقت میگه که بسیار تیار دیده 3 تور 4 تور همین یک بچه که آمده است همین ترس کمیس شتگی میگه حلقش خشک شده است همین دیده استودن که خودش گم کرده شده است میگه که آب مینوشی و میگه ها میرود همین گرافین میگیرد استکان به میرزد دستش میلرزد از هیجان همین میگیره مینوشد و یا قرصک میزنن همون با همون حالتش و قبول میشه و قبول میشه آدمایی که شب روز تیار میکردن شب روز وای میکردن اونها قبول نشدین. این هنر همین است. بعضی در معلوم میشد از بعضی هنرمندها بعد 10 سال بعد 15 سال اینم یک خداوند مدد کرد تقدیر مدد کرد داخل شدیم و ما بعضا خودم با میگم که این همین در کار بوده است یعنی یک مددگارم بوده است یک فرشته خودم یک خداوند منم یک تکان داد یک فهموند در جوانی نه فکر نمیکردم. این وقتی که بعد آدم کلان سال میشد و انالیز کردن میگه که چی با میخیر برای چی این راه بند رفتم این راه رفتم این خودش همه خیر بوده است. این آدم روان میکردن اون طرف مدد میکرد اون طرف میگن که حواله بر خودت مهنت کنی خیر به مقصد میرسی انا مهنت نکنی ما گویا راه نشون دادن اون طرفش کاری خودت چیزی خودت. پیش دیگران رفتم به جرأت نکردم و اومدم پیش غالب اسلاموف گفتم غالب جون شما من به یاردم میکنید پگاه که تو درس آینده من باید اتیود 2 نفره نشان دهم که از 4 کلمه عبارت باشد و همون مقصد من فهمو باشد که و معلم فهمن که من چی خیلی پرسیدم چی کار کردم. بعد من اول ترسیده ایستادم که حاضر میگوید که من وقت ندارم نه گفت البته برای چی نه بیا رفتیم من مشق میکنیم. بعد مشق کردیم یک اتیود بسیار خوشرو تیار کردیم که اون کس پدر من بازی کردن و خودشان هم بیل و جای همه چیز تیار کردن و وقتی که ما همه اتیود پیشنهاد کردیم معلم یک عجایب احساسات کتی قبول کردن. دانشجوی ما بهترین دوره طلایی ما بود. در حقیقت طلایی بود. من یک چیز فراموش نمیکنم. یک وقت همون یک وظیفه من بسپردن وقت قبول شده گفتن که این همین به گپ روید یک دختره که تکلیف کنید و درش راضی شد با شما رقص کند. من شرمگیر بودم. هم شرمگیر بودم که همه ما گفتم این نمیرم چی میکنم من همین دلم با وقتم خیلی نمیره تمام تو اینستیتوت نیستی باید داخل نمیشه. همین رفتم خلاصه سرم خم پیش همون دخترکو ایستادم هیچ گپم نگفتم. بعد آیا خندیدند گفتن که نتوانستی شرم کردی. بعد یک معلم ما بود اونجا گفت که здесь он за полгода все научится. И хорошему, и плохому. حقیقتا هم میخیر. در دوره دانشجویی ما همون خیلی شهر مسکو این شهر مرکزی مدنیت بود. اونجا تمام آثارخانه ها، تمام تئاترها، تمام کنسرت ها می آمد ما می رفتیم تماشا می کردیم. همین کنده هم آدم باشد که از هر یک نمایش یک چیز می گیرد، یک خوشه می گیرد. انا همون هم رفتیم تماشا کردیم. لیکن طرف دیگرش هم دیدیم، آموختیم. خیرت طرف بعد نرفتیم. خیلی دوره جوانی است. یک
خبر میشه که رفتید قطع آدمای بدفعل رفتی بدفعلی میکنی. هم مشقت کردیم هم مهنت کردیم. حتی در اینستیتوت تا ساعت 11 شب مشق‌های خود میکنیم خودمون. همین چی میگویم که самостоятельно به معلم به یگان چیز. چون که ما همین یک چیزک بود آتشک بود که ما گفتیم ما اگر خواهیم هنرمند شدن ما با در کار میشیم. همون در کار شد. همون در کار شد. بعد همین جهان جوانی ما هم خدشه بدون خواهم میرفتیم اکسکورس ها میرفتیم کتاک ها میرفتیم کنکی بازی هم یاد گرفتیم لیژه بازی هم یاد گرفتیم سیاحت هم کردیم پریبالت کم رفتیم تمام چیزی که امکانیت بود ما کردیم ما از کسی پرسان میشویم از همسبقان شما از همکاران شما رو بسیار وصل میکنند میگن بسیار شخص عادی و مهربان و حلیم هستند و حتی رجب گل خواستیم را گفتند که هنگامی که وقتی اولین بار میروند شما اولی شده چهره شما رو دیده از شما کمک میپرسند و شما نیز رد نکرده به اون کس کمک میرسانید یعنی همیشه کمک رسان بودید چرانه همین دنیا به چی میمونه بله همین دنیا ما حتی ما با همین فرزندان میگم با همین نبیران میگم همین سر از خواب خستید چی مشکل یک نگاه کنید مردم با یا خودتون با مادرتون با من با یگان کس با همین با یک تبسم کنید یک صبح بخیر گویید چهره خوب قطعی مناسبت خوب قطعی از شما چی میرود این با آدم تاثیر میکنه از سحر باز از صبح باز کار برای خیر همون کار مهربانی قطعی خوبتر حل کرده میشود چی بنی چی بعضا با هم جنگ و جنجال قطعی حقارت قطعی چیز قطعی لیکن هست کو یست همه مومنه قطعی برای چی نه خیلی آدم ها باید برای من که مناسبت خوب کردی نزدت میبیاند خیلی توانی یاردم کن نیکی کن مهربانی کن خیلی نتوانی بخشش پرسو گوی که خیلی نشد من این از این کار از یاده من نمیبراید حتی نرنجون حتی بسیار دغل هم باشد دغلی قطعی کند رنگی همین هنرمندم باید پسیخولوژی همچون پسیخولوژی روشناس باید باشد همچون دکتر باید باشد از آدم همین نیکی میماند نیکی میماند بله نیکی و جاویدان از نیکی انا همونجور بسیار امکانیت هم بود شرایط هم بود بسیار من زوری هم کردن خواهش هم کردن که مسکو با بیست اینا گارانتی قطعی خونه میتی منم وای فلانی منم خیلی بوای ما گفتم خیر چون که مهر وطن خب باید یک پدر و مادر من یک فرزند بودم من چه برای مثال همه قدمان کلان کردن نه خواهر دارم نه پدرم نه کنه چیز خیلی وای دوره کلان سالش با ما اونجا استم وای اینجا کی وای با نگاه میکنه ما گفتم که نه من بگذار از بالا ذره زند از بالا میکنه ما گفتم نه من تاجیکستان میرم هم کورس‌های ما اونجا تلفن کردن ژن ژاریکوف وای رئیس کینماتوگرافیستان بود اونجا گیلد کینماتوگراف همه گفت بیا خب گفت میتیم اونجا کارت میتیم خیلی کار نرمال ما تو نه رحمت سلامت باش هر چیم باشد همون وطن است اینم از استاد طاهر صابر یاد گرفتم این از دوره جوانی هم بود چیزها بود امکانات ها بود که نرفتیم اینجا زبان خودت اینجا دوستان هم مکتب دوستان بچگی این هم سایه ها همون این اولادات همینجور تو وای میگن که در ملک خودت 70 ساله هم شوی پیرکه میشی تو جوانی در ملک بیگانه روی تو جوان هم باشی تو رنگ فرتوت میتابی تاجیکستان ما این جای بیشتری است دوره حتی دوره شوروی وقتی که همینجا اکتوران دیگر با فیلم استیمان میومدن میدیدن همون دوره هم گفتن که تاجیکستان دوشنبه رئیس گلاک است اینجا طبیعت نبینید کجای خواهید سیبیرسکی وای داریم مرغ داریم اینجا داریم کنتیننتالی داریم اونجا اینجا اون خیلی کوهستان اونجا چشمزار اینجا تراپیچسکی وای لیمون وای خیلی همه چیز هست بو چیز این بیت فراوانه یعنی هر کجا نگری زیبا هر کسی زیباست نقل این تاجیکستان وقتی که ما فیلم استاد طاهر صابر قطعی گرفتیم و عربا اومدن اینجا دوام دادیم اینجا سیانکه
8 تا عرب اومد، یک تا اکتریسش اومد. بعد ما نوبت کردیم و خانه با میمونداری میکردیم. آخر روز ورزو بردیم. همه آب میبینن، طبیعت ما دیدن، همه روز از روز دیدن. سیرشون بوی ندادن. یک وقت رفتن یک طاقت نکردم و یک نزد من اومد ترجمان جهاد. بعد گفت که غالب گفت خداوند ما به گاز داده است، نفت داده است، ما با یکی شما بگو بیش داده است. خدا همین تو آبای دید، طبیعت دید و گمان نکرد که خیلی هست، خیلی طبیعت گفت خداوند شما بیش داده است اینجا. ما رو از آن طرف دریا داشته آوردیم پدر و به دیگر غلامان سبق شود گفته برای همین جزایش میدیم. صبر کنید، این چه رفتار است؟ این چه کردار است؟ شما چه انسانید؟ حالا برای یک ستیلاب خون آدم میریزید در حوله من؟ لعنت با من و حکمت من! اگر در حوله من خون انسان ریخته باشد، برای شما حکمت دنیا پیش یک ستیلاب قیمت نداشته است. ای بی‌رحم‌ترین مخلوقان طبیعت، با هم لطف کنید، لطف کنید که انسان ارزنده مهر است. همینم که خداوند برای لطف شما را جزا نمیدهد. غالب یک شخصی که یک انسان به معنای تامش انسانی بزرگ، یک دلی بزرگ دارد. مهر و صداقت و وفاداری نسبت دوستانش، همکارانش، رفیقانش یک صمیمیتی خاصه دارد. من گمان میکنم که خوشبخت شخصی که با غالب اسلاموف همکاری میکند، دوستی میکند. نهایت رحمدل و همیشه با جوانها همیشه کوشش میکنند که و هنرمندانی که جوان میبینند که مدد کنند، کمک کنند. بسیار هنرمند هستند که بعضا رشکانه یا که بخیلانه نظر میکنند، لیکن اون کس همیشه در گرد و اطراف این کس جوان ها هستند و همیشه همچون پدروار و غیر از که همچون استاد دستی یاری در رخ میکنند. یکی از شخصیت‌های رقم اول در آدم و آدمگری و انسان دوستی و آداب و تمیز و انصاف و تربیه و همه خصلت‌های نیک انسانی که در انسان باید باشد در آدم، همه همینها در استاد غالب اسلاموف هست و باز کم دیگه باز زیادتر هم زم شده هست. دوستی که واقعا به او تکیه کرده میشد، زیرا که یعنی در همه کارهایی رو که مثلا به ثبوت میرسانیم پیوسته از ما پرسانی میکند که آیا کمکی نمیخواهید، آیا مثلا یگان یعنی یاردم کنم یا نه. و همواره فکر میکنم که چنین هنرمند بودن و باز به زمین اینقدر هنری والا داشتن، زمینی بودن، واقعا هم در اخلاق از راست نمیگیرد که چگونه در وجود یک انسان یعنی جای میگیرد. ولیکن خوشبختانه ما همین رو در سیمای غالب اسلاموف واقعا هم در سیمای هنریشان هم در سیمای انسانیشان دیده ایم. این قدم های نخستین من است که در این صحنه میگذارم، ولی چگونه ارزش دارد نمیدانم. از غالب اسلاموف میپرسیم که انا همین صحنه برای شما چگونه عزیز است و مقدس؟ صحنه یک جهان من است. این صحنه حیات دویم من است. این خانه دویم من است. این بخت دویم من است. این صحنه یک سری دارد که آدم با گفتن عاجز است. فقط شاعر میتواند همین یگان چیز احساس خودش رو بیان کند. این یک جهان معنوی است. این یک جهان آموزش است. این یک جهان تربیوی است. این یک خودیابی است، خودفهمی است، هم برای خود هم برای تماشابین.
این سحر است، این جادو است. در اینجا آدم غرور میکند، در اینجا آدم قهر میکند، در اینجا آدم رشک میکند، میگیرد، میخندد و تماشابین را نیز مجبور میکند که به همین واسطه خودت رود، به همون جریان خودت رود. این مهارت هنرمند است، این جاذبه صحنوی همین است. یک تماشابین به وجد میآورد. این از همین صحنه، این صحنه آدم میبرد، یک دیگر خود حسیات دیگر میشود، اینجا دیگر کشش دیگر میشود. اینجا تمام آدم، حتی یک هنرمند بوده است، همین گپ زدن میتوانست است، توتله بوده است، لیکن وقت صحنه میبود از توتلگیش درکی نیست و چنان همین قوه صحنه و جلب میکند که اما هیچ چیزی نیست، کسلی های تبابت میکند همین صحنه. آدم هستند که با حرارت 40 درجه 41 درجه صحنه میبرند، تبابت مییابند. یک جاذبه است، یک سحر است، این یک مهر است، این یک بخت است. غالب اسلامов اولین نقش خود را در پیسه خزانی تگی پای فاطمه غلامова آفرید که اثر را تورخان احمدخانов و حبیب الله عبدالرزاقов به صحنه گذاشتند. او در این نمایش خورشید جوان که قابلیت بلند انسانگری داشت روی صحنه آورد. این یکمین نقش بود که غالب اسلامov وارد صحنه کسبی گشت و از متلاش به ایجادیات او تکان بخشیده ریشه غذای معنوی گرفت و مستحکم گردید. اون نقش برای من چپه بود، عکس بود. یک نقش بود که جوان خودبین، خوددوست، یک بغرور و میخواد که کیف کند، معیشت کند، زندگی گویا که فقط وای، تنها برای وای باید باشد. تمام دخترکای زیبا از آن وای باشند تا خلاصه میکار میکند، وای میکنند. میگم خیلی برای من بیگانه بود. از حیات همه روزن گرفتیم، از حیات جوانان همه روزه. خودمون جوان بودیم، خودمون نو تمام کرده اومدیم از دانشگاه. این یک در ایجادات من این یک قدم نوی بود، یک قدم یک زینه‌پایه نوی بود که من از همون سطح وای کمترک بالا برآمدم. چشمم گشوده شد. یک نفر هر بار همین نمایش میرفت میآمد قطار یکم به این نمایش ما در تئاتر کوهنه در پیش استادیوم سپارتاک بود، همونجا بینال همونجا بود. اینجا ما سال 83 کوچیدیم. هر نمایش با می اومد همون در یک جای همونجا می اومد تماشا میکرد، گیره میکرد، خنده میکرد. بعد گفت که شما این از کجا یافتید؟ از خیالم که با شما گفتم هم با ما، همش همین چیزی که در صحنه میگذرد این با هنرمند میگذرد. اون چیزی که هست این با هنرمند از خود میگذرانه. این یکمین چیز من بود، اینه هیچ وقت فراموش نمیکنم. با این نمایشنامه که من در آنجا نقش سرویناز را می آفریدم و غالب جان نقش خورشید را، عشق و عاشقی صحنوی ما سر شد. عشق بالای عشق، محبت، صمیمیت، وفاداری، مهر، محبت با این نقش سرویناز خورشید سر شد. بدتر همین خیلی رفت. من در مسکو وقتی تحصیل همچون استادانم میگفتند که من هنرپیشه خاراکترناک هستم، یعنی که نقش‌های فوجوی را بسیار دوست می داشتم. لیکن از نخستین سرشوی قدمانی به تئاتر من به نقش لیریکی گذاشتم، چون که با من همین نقش را آفریدن. و با غالب جان، غالب هم نقش‌های در اینستیتوت تماما دیگر خیلی نقش‌ها رو می آفرید و ما 2 نفر گذاشتیم به نقش لیریکی. بود نقش‌هایی که رد کردید، یعنی از اوتاش نبرآمدید. با هنرمند حق ندارد از نقش دست کشد، حق ندارد. ما با پروفسوران ما میگفتن که هر یک هنرمند باید نقش آفرد. من در همین آفریدن نقش‌های مسلکی بسیار عذاب میکشم. یک مثال میگم با سوال شما. همین یک رژیسور انجیق آمد، بسیار رژیسور از ازبکستان، مصطفی‌اف. یک مسحکه گرفت، همه کار کردم 1 هفته 2 هفته. وای گفت که ساز
درست رفته ایستادید کار کرده ایستادید خوب است رفته ایستادید شما میفهمید من خشوع میخوای وای من دل برداری کرده ایستاد است یک روز امان الله قادیروف همین دوبلیور من همین صحنه برآمد از زال ششتم نگاه کردم وای همین نقش برای وای آفریدگی همونجا از همین نقش من دست کشیدم من گفتم که این نقش امان الله حاجی امان این برای شما آفریدگی من از شما اینا خوبتر بازی نمیکنم شما اینا خوبتر بازی میکنید از همون وقت من گفتم که من زیاده این برآمدن این خیلی بازی کرده نمیتونم این خیلی آفریده نمیتونم انا از همون وقت دست کشیدم عموما اکتور حق ندارد این همین قدر سال همین قدر چند سال ای خدایی 40 سال گذشت این 40 سال من در چیزم وای نبوده است که در معنیم که از نقش دست کشیدیم نه ولی سورا چیز میفرماد همون میفرماد چی در کینو چی در تئاتر میخیل است این صحنه بزرگ است در همین چه سالی که در صحنه فعالیت داشتید چیها رو به دست آوردید و شاید یگان چیز رو از دست داده باشید من بسیار وقت همین صحنه بعضی آدم هم تاکید میکند وادار میکند که با احتیاط باش بی احتیاطی کنی چی میگیم همین نسبت به صحنه خیانت کنیم صحنه بر ما خیانت میکند این حقانی است این معلمای پروفسورای ما گفته بودن که و هم خواست покажете это همه خیلی میگفتن این راست است برای می صحنه برآمدی تمام چیزتا در اونجا مامان بیرون با در گریم خانه مانده اینجا قدم مانده اینجا وارد همون چیز شد وارد همین جهان شد وارد همون نقشت شد خیلی نقشت است در چیزی باید درو او از اون برکت میابد از اون کمالات هنرمند از همون است زینه با زینه یوردن میکند میبروید برای اینکه باید مهنت کردن کاری همین صحنه مهنت نکنید تو چنان میزند که همون که میبردار میبرد بعد چنان میزند که همین در جوانی بار که من همین صحنه ما تا ساعتای 2 شب 3 شب 5 سحر همینجا مشق میکردیم نمیشد با میبرامدیم گریم خانه با همونجا یک کافی می نوشیدیم صحبت میگیم جنجال میکردیم با میفرامدیم اینجا هم جوانی ده این همین جوانی ما گفتیم که در جوانی گفتیم که ما یک عمر یک ابدی جوان میمونیم که این یک جوانی راه حاضر نگاه میکنی یک آینه با نگاه میکنی خودت میگی این کی است تو را خوابین امروز تا در آن یک نفس خلق را نیازاری درویش شوخ می نمایی اجازه ده وارد شهر شوم ظالمی را خفته دیدم نیم روز گفتم این فتنه است خوابش مرده به وان که خوابش بهتر از بیداری است آنچنان بد زندگانی مرده به چی گفتی؟ از برای خدا اجازه ده به کاروانسرای روم درویش دانا می نمایی شاید بگویی که دعایت مستجاب بود دعوت است؟ بله چنین میگویند دعایی بر من بکن به نام خداوند بخشنده مهربان بسم الله الرحمن الرحیم خدایا خداوندا جانش بگیر الله اکبر شما خیلی نقش‌های زیاد آفریدید هست حالا هم انمون نقشی که شما بسیار آرزو دارید که باز هم ببازید وای آرزو رفت وای من بسیار میخواستم همین نقش رومیو را بازی میکنم
من نمیدونم از دوره دانشجویی همه معلمان پروفسورامون و در اینجا نقش‌های لیریکی عشقی میدادند و بسیار میرفتم اونجا کتی برای چی باور میکردن من نمیدونم. و خیالم از یک طرف برای زیبا بودنشان، از طرف دیگر دلچسب بودنشان، از طرف دیگر بسیار حلیم و مهربان بودنشان، این خیلی ابرزای اون کسب میدادن. این از وایز وابسته است، از همکارت، از پارتنر اگر امین تو با یاردم رساند امین و صحنه با چنان زنده میبرد، صحنه چنان وای میبرد. حتی در گازیت ها می نوشتن که میپرسیدن که در واخورا میپرسیدن که این اکتریس همسر شماست؟ گفتم نه. میگن خود چنان وای که رنگی زن و شوهر. تماشابین ما رو علاقه همچون زن و شوهر قبول میکردن. تماشابین میگفتن که انا شوهرتون، من میگفتم که نه ما همکار هستیم، ما فقط در صحنه زن و شوهر رو می آفریدیم. هم خیلی ایجاد کردن در کار، هم خیلی نقش آفریدن در کار که تماشامی آور کنند که حقانه همچون زن و شوهر رشک میکنه، همچون زن و شوهر دوست میداره، همچون زن و شوهر همه مناسبات همچون زن و شوهر در خانه چیزی که هست، در حیات چیزی که هست ما از حیات میگیریم در همین صحنه جاری میکنیم. مهارت هنرمند هم همین است. شما اون در نگاه کردم موندی؟ نمیفورد. میفورد او؟ خب بشم اینجا به چشمانم نگاه کنم. خاموش است. اکنون با من گوی برای چی سیب رو در حوالی نونندو؟ سفیدار نمیدونی؟ فکری تو رو دانستم میخوام. خیر اگر از روی نقطه نظری میمونه سفید زیبی منظره و خیابان هست، سیب زیبی حولی ها، ویتامین، میوه ها. درست میگویی. میوه ها امین جان این قطعه رو برو برده باید وای در خانه ما چیزی زیادتی است. نفهمیدم؟ میدونی خودت رو به نادانی میزنی. او چرا از من نمیپرسی که دخترها به من چی گفتند؟ میدونم برای همین نمیپرسم. تئاتر با تماشابین زنده است. نفس تماشابین، نفس من قطار یکم، قطار دوم، قطار سوم، من تا آخران نفر ششتگی تا نفر آخرشتگی همین گپ توی نفس توی میرسونه، همونجا حس میکنه. اینجا کانتاکت میشه، اینجا علاقه میشه بین تماشابین و بین هنرمند. یک سلاح هست که این سلاح ایدئولوژی است. این بیهوده وای نکرده که در دوره‌های مشکلی حتی جنگ، سالهای جنگ تئاترهای ویران نکردن، تئاترهای کوچاندن، از اونجا کوچاندن همین ریسپوبلیکا آوردن که مردم تئاترهای در فرانت میبردن، در پیش همون خط فرانت عسکرها تماشا میدادن که روحیه ویها بلند میشود، روحیه قوی میشود، وطن دوستی ویها، عشق ویها بر چیز. این یک سلاح عظیم است برای تربیه، برای چیز، برای وطن دوستی، برای خودفهمی و خودآموزی و یک سلاح بزرگ است، مخصوصا تئاتر. هنرمند غالب اسلامов در نتیجه مهارت بلند صحنوی، جستجوهای همیشگی و از خود کردن نازکی‌های صنعت تئاتری تا به این درجه رسید که ابرزهای آفریده‌اش در صحنه به یکدیگر مانند نیستند. هنرپیشه هنگام ایجاد نقش واسطه‌های نوی هنر اکتوری را جستجو نموده حقیقت حیات را در صحنه آشکار می‌سازد که بس تماشاباب است. هر یک نقشی که می آفرد به نهایت نازک کار میکند و کوشش میکند که هر یک نقشی که او در صحنه می آفرد به این یا آن نقش مانند نباشد و همیشه در جستجو هست. در صحنه با همباز خود یعنی پارتنر خود میتوانند چقدر انرژی بخشند و
بسیار هم نقشای آفریده اون کس معنا دارد، مقصد دارد و به سوی میبرد. Эй, есть кто-нибудь? Эй, есть кто-нибудь? соли 1972 коргардони шинохтаи кинои тоҷик марворид қосимова ҷустуҷӯи эҷодӣ ва истеъдоди баланди актёри ҷавон ғолиб исломовро ба назар гирифта ӯро ба филми «4 нафар аз чорсанг» ба нақши давлат даъват мекунад. албатта нақши давлат барои ғолиб исломов осон набуд, зеро образи давлат хислати басо мураккаб дошт. дар филми «4 нафар аз чорсанг» ки дар он ҷо дар як филм чӣ гуна метавонанд аз ҷавонӣ то калонсолӣ он қаҳрамони худро иҷро кунанд. албатта дар ин ҷо грим ва дигар нурҳои техникӣ ҳаст, лекин барои мо ҳунарпешаҳо пеш аз ҳама ҳолати ботинии ин ҳунарманд ки ба воситаи чашмҳои худ эҳсос мегардад ва бинандаро ба як диққате ба сӯи худ ҷалб мекунад, ин аз ҳама муҳим аст. 7 нафар будем дар ҳамин нақш. ҳозир кастинг мегӯям, он вақт проба кино проба буд. 7 аз озарбойҷон буд, аз ӯзбекистон буд, аз ин ҷо будем. айна хушбахтона бозада дар роли давлат ман тасдиқ шуда, лекин нақши ман аз ҳама мураккабтар буд. иваи барои дарси ҳаёт шуд, дарси мактаб шуд. хушбахтона хай мадад карда. устод абдуразоқов ҳам мадад карду, гурминҷака завқбеков ҳам мадад карду, маргарита завурдахте оператори муҷбаи мадад карду. соли 72 тамом кардем ва хушбахтона вақте ки дар сафи армия рафтам хизмат кардем, ба воситаи телевизиони марказии Москва нишон додан, як сарбаланд шудам, як ифтихор. Ин фаъолияти ман аз кино аз ин сар шуд. Приведи сюда Давлята. Пусть с нами потягается в меткости. Слушаюсь. Иди. Давлят, попадешь камнем в глаз своему дружку? Отпущу. Ну, попробуй. На, бей. Ну? Собака. ба фикрам аввалин филми шумо яъне бо Тоҳир Собиров ҳамкорӣ кардед, бохӯри дар дараи марг буд. бале, он ҷо комиссар Бекова бозӣ мекардам. ҳамон нақш ба бепроба мана, бекастинг, бепроба мана гуфт тамом. ҳамон рол нақша бозӣ мекардам. нақша вазминтар буд, барои ман осонтар буд, чунки нақша ман офаридагӣ будам. комиссар асп саворӣ мекардем, асп давонӣ мекардем. инам як шуғли аст. бо актёрҳои забардасти шӯравӣ аз ҳар куҷо меомаданд, шинос мешудем, го мехӯрдем, суҳбат мекардем, як ҷона заё баҳра мебурдем. ҳар як филме ки ба навор мегирифт, ҳамин ман албатта иштирок мекардам дар ин нашр ё дар он нашр. дар як шаби эҷодӣ устод баромад кардан, ҳамон ҷо гуфтанд ки ҳамон ҷо саволам доданд, барои чӣ ғолиб дар ҳамаи филмҳои шумо иштирок дорад. ва ба ҳамин савол ҷавоб дод хода шуд. دوستی ما با محترم غالب اسلامов دیر است که دوام میکند. راستی گپ من کدام وقتی که هر یک سناریو را از نظر میگذرانم، اول فکر میکنم که در همان غالب اسلامов کدام رول را باید اجرا کند و چخیل که یعنی دل بزرگ این یک نقشه
از همه مشکل ترین را باید آفرد. در یک شب شهرزاد یکم فیلم و یک مردی پدر عظمت را اجرا کرد و با همکاری گنیم فیلم در سوریه یک طبیب را انا ببینید که وای مردی موسفید و این طبیب چقدر فرق دارد. یا السلام علیکم منزلت در امان بود چخیل قهرمان اساسی را اجرا کرد. این رول ها با یک دیگر هیچ نزدیک نیستند. گشته و برگشته من فکر میکنم چرا این خیل یعنی بزرگی لیاقتی غالب جان میتواند از یک حالت به حالت دیگر غلطه. Товарищ Беков, что-то хотел сказать про Раджаб Бека. Раджаб готов сдаться. Завтра явится на переговоры. Кто пойдет на переговоры в ущелье смерти? Если командование не возражает, я бы пошла. Я против. Не женское это дело переговоры с бандитами. Немало крови пролилось, пока Курбаши решил сдаться. Увидит женщина, сбесится. Зачем же нам отталкивать противника, идущего с повинной? Потом гоняться за ним? وقتی که بین رژیسور و بین هنرمند همفهمی میرود این کار با یک تا دو تا فیلم وای نمیرد وای دوام داره دوام حکومت است با وای با دیگر رژیسورهای دیگر رو باشه با تلویزیون با اپای ساجیده چقدر نمایش و ویدیو فیلم های بناور گرفتیم چقدر عذابام کشیدیم بحثام کردیم اینا باز دیدی رژیسور من اکتور حق ندارد که با من این نقشتی ولی رژیسور ببینم در من این از رژیسور پرسیدم در من و من خوشبختم که این من مویم سفید شد تا این دم در 58 فیلم 59 فیلم ایستاده است شغل ورزیدم در کینوستودیو ارخیلا و من از این افتخار دارم. از طوری صبیف نه تنها با فکرم هنری اکتوری رو کمی آموخته باز هم با فکرم تجربه کارگردانی رو نیز از طوری صبی رو کامل. بله از طوری رکا بسیار چیزا وای یاد میداد وای میگم که ولی آموز منتاژ آموز کار اپراتوری آموز خیلی کار رژیسوری آموز و همین فیلم چیز با بعضن اپیزودا خودش میرم در میگرفت و ولی بین منو بناور اما اپیزودا که مایده باوری میکرد که مایده بچه سمکن غالب اسلام نه که گویم که همچون هنرمند سالهای دراز و همچون تهیه‌گر هم گویم که در بیشتر نمایشنامه‌ای که من میماندم همچون دویم کارگردانم همکاری میکنم. در بسیار اسپکتاکل‌های تلویزیونی نیز نقش آفریده. بسیارتر شما رو فیلم‌ها مشهور کردن یا اینکه اسپکتاکل‌های تلویزیونی؟ بسیار کار من در اسپکتاکل تلویزیونی، فیلم‌های تلویزیونی، ویدیو فیلم‌های تلویزیونی بسیار وقت هم گروه رژیسورهای روسی هم دعوت می‌کرد ردکسیون روسی هم گروه ردکسیون موسیقی هم بود جوانی هم بود رژیسور هر خیلی بودن دعوت میکردن هر چیزی بودگی مونه صرف کردیم کوشش کردیم که تو همین نازکی شکل تا نازکی با مردم رسانیم که تماشابین با محفوظ شد اصلا یکمی وظیفه است که با تماشابین رساندن تماشابین با دل آنها را یافتن و مغز آنها را یافتن این نشد مخصوصا همون اسپکتاکل تلویزیونی ارمان مادر که با دل تماشابین بسیار چیزهایی با دل تماشابین هم رسید هم بسیار چیزهایی بسیار معمول است اون وقتی که بنور گفتیم من بسیار باستاله بود زنی خیلی نیست حاضر بسیار ولی زمانوی است و کلاسیک و بسیار پندآموزی است و حتی مایزده ها در زندگی حتی همون نشکش ها تأثیر میکردن مادر خود یاد میکردن میگفتن که میروی یک مدت کم به یادشان آمد لیکن مادرشون یاد میکردن تأثیر میکرد مردم گیره میمون بفهمین احمد بیک اگر کودکدارو خاندارو زندارو
oilador budan خواهید با مادرتون سرپناه بیاورید. چیکار سرپناه؟ با فکرم مادرم در خانه خودش زندگی با سر میبرد. با همون گپ تکرار کردید. دانستن خواهید اگر این خانه از آن من پدرشویم این خانه برای من و برای نبیره هایش میراث گذاشته است. حتی پیش از مردنش موسیفید گفته بود این خانه ما برای نبیره هایم میراث میگذارد. درست میگویی ما میراث خور پدر هستیم لیکن معنی اون را ندارد که من موسیفید مادر موسیفیدم را با کوچه برده پرتایم. کی گفته است که شما با کوچه برآورده پرتایید؟ و چیکار کنم من گفتم که شما مادرتون برآورده کوچه بپرتایید. گفتم همین خیر. انا حاضر بیاید مصلحت میکنیم. موقتا با مدت یک چند وقت مادرتون برده خانه موسیفیدم بمیمونیم. با کدام خانه موسیفیدم؟ با همانی که همه وقت پیر شدن پدر و مادرشون برده میپرتایم. یا توبه. بار اول میشنوم که موسیفیدان هم خانه علاهیده داشته. وای یک خصلت دارد که از پارتنر همه چیزی میخواستگیش میگیرد و همه چیزی میتوانستگیش میتید. بعد وای من اونجا وای خیلی نبود که وای باید من زنم. من وای از حد گذراندم، از حد من وای به هجوم کردن گرفتم نگاه کردم که من هاش می لرزید و چشمم سوپ سر شد. همین ترسکی کت فراورد بر روم. بعد همین خیلی قپیدم و نگاه کردم وای با دیلم با گفتم این من همین خیزد ما این خیلی بود که من بسیار وای با که حمله کردن میگیرم وای باید که برآمده رود بود لیکن وای تا به همون درجه داده شد که وای من ترسکی آبدار فراورد و بعد برآمده رفت. اما میگن که آچی بعد دو سه بار سخت زدی. خیلی تماشاگی داری ساسان رو میدوند که السلام علیکم. نه سلامت می احوالاتون درست می شکر هم نه سلامت نبیره هم نوورد رنگتون تازه خود دخترای 18 ساله بریم. احوالتون چطور؟ اگر من میدونستم استراحتون چخیر گذشته ای سوده اگر من میدونستم که اینجا بیمارخانه نه یا خانه موسیفیدان اصلا با اومدن راضی نمیشدم. اما جون کلین شما با من راستی گپ رو نگفتم. برای چی شما ناشکری میکنید اما جون؟ اینجا بینید چخیر نقص لب دریا هوای تازه همش نقص لیکن به من خیلی اینجا نقص شما شهر به همین خیلی بود و هوای تازه خانه بود در دارم شکر پسرکم مرا گرفته بر نبیره هایم رو یاد کردم. اما جون ما هم برای همین آمدیم. این چیزاتون حال مانده استید. اما جون من شما خطی گپ دارم. گپ زدن گیرید که گپ زدن. اما جون با نزدیکی ما به خانه میتیم. راست 4 خانگی خدا بشکر از مرکز شهر. تبریک میکنم پسرم. خیلی نرس. اما جون تلفنش کتی خدا بشکر. خیریت که همین شوهرتون هم مغمولم اشتراکچی جنگ بودین. این خانه ما با شرافت همان کس گرفته شده. برای همون نزد شما آمدیم که همین 2 کاغذ به امضا کنه. همین 2 کاغذ برای ما خانه میگیریم. هرچی خانه زودتر گیریم همون قدر زودتر شما از اینجا گرفته نزد نبیره هایتان میبریم. اما جان ما یک خانه شما با جدا میکنم. شما برده اونجا خودم نگاه و بین میکنم. اما جان شما من اینجا که با امضا گذارید. اما جان امضای من همین قدر هم ضرور شده مونده باشه. ضرور خیلی به عریضه شما قبول نمیکنن. این همینجا تستر لیکن مرا از اینجا گرفته نبیره کویم چه خیلی صحت سلامت می. آنام شما رو یاد کردن. اما جان اما جان خوش حاضر یگان نارسایی ندارید؟ شکر من از همه چی راضی. اینجا ما از کار برآمدیم. اما جان همشیره های شفقت نغز نگاه بین میکنن.
معامله خوب آدم و آدمگری شما صحبت کنید لازم من ماشین رو گردانم ما ماشین نو گرفتیم چا مبارکباد کنید اما جون ماشین نه ها گاز 24 پسرکم خودش خیلی میکنه ها ما بر وقت رویم اما جون راه دور بی وقت شد پسرتان هم آنقدر راننده خوب نه برای همون بر وقت رویم ما باز میبیاییم هفته آینده نه شما نروید اما جان من هفته آینده نبیره هاتون قطعی پسرتون البته میفرستونم ما که خانه که گرفتیم انا بعد آمده شما میبریم خودم آمده میبرم اما جان حالی کلین جان من حالی دیگر نه اینجا مانده نمیتوانم کلین من همراه شمایان میروم من در اینجا دیگر بوده نمیتوانم ها چا ما بمیدیم فراموش نکنی پسرکم بسیار مردم از وی ناراضی شدند از وی حتی رنجیدند حتی مادرش هم بسیار خفه شده است وی به من نقل کرد که برای چی تا میخیل سیموی آفریدی لیکن من فکر میکنم که آن همین خیل اکتور هوای سیموی آفرید اگر وی منفی می بود این سیموی می آفرید وی تماما دیگر خیل میشه شما رو چگونه قبول میکردن بعد از تماشای اسپکتاکل؟ من بعضا جورام تلفن میدادن که تو چیکار کردی رولی بخیر روال بوزی نکن و تو نویزی با ما آدم بخیر خیلی ما بود نشاطی ما بچینی که اگرچنده که آدمای نوزم در زندگی هستن دلشون کور میشه و ها گوی که چیوی نمیکنن لیکن گپی زنشون رو میدروین گپی دیگر کسی میدروین مادرشون رو میپرتوین زنشون رو میپرتوین فرزندانشون میپرتوین والد جان بسیار هم نزدی من به اذیت کشید وقتی که نوار میگرفتیم میگفت فقیر چخیل شما هنوز اینقدر پیر نیستید شما مادری من بازی میکنید من خودم خجالت حس میکنم بینید حتی در آفریدن نقش هم وی همون خجالت یعنی که انسان نقص بودنش نشان میداد و از همه عجایباتش این است که در طول همین قدر سال غالب جان هم من هم بسیار سیماها آفریدیم چی در تئاتر چی در تلویزیون کینوها ولی همین نقشی که ما در این ارمان مادر آفریدیم این گویا که یک قله بلندی تربیه اویلوی تربیه انسان تربیه فرزند به قدر رسیدن پدر و مادران به قدر رسیدن به زندگی ان همین چیز ان همین پرابلم های علاقه همون سالها ما کشاده داده بودیم استوری که ارباب صنعت تئاتر روس استانیسلافسکی میگوید برای هنرپیشه نقش خرد و کلان وجود ندارد اندیشه شما چگونه است هنرمند اصیل با یک رول خردش هم میتونه با دل تماشاگر جای کنه اینجا یک چیز است همین خیلی است یک سر است اگر برای من اکتور ماتریال باشه و هستن اثرهایی که برای مثال نقشه هستند که اونایی چی ifade نمیکنن انا برای اکتور وای مرگ است اکتور نمیتونه ifade کنه خودش انا اگر نقش ماتریال باشه چیز باشه انا نقش خوردم باشه اکتور از اون کیف میکنه راحت میکنه و این گپ 100% راست است برای هنرمند اصیل فرق نیست که رول اساسی یا رول مرکزی یا رول کلان یا رولی وایم باشه رول اپیزودی هم باشه باید قید نمود که غالب اسلاموف در سینما یک قطار آبرزهای جالب آفرید که پسند دوستداران کینو گردید. در حقیقت هنر غالب اسلاموف را کارگردان‌های جهانی اعتراف نموده او را به فیلم‌هایشان دعوت نمودند. او در استودیوهای لین فیلم، قزاق فیلم، سینمای افغان، ازبک فیلم، بلاروس فیلم، سوریه فیلم، سینمای ایران نقش‌ها آفریده در دل تماشابین جای گرفت.
از نگاه شما همچون کارگردان همین فیلم هایی که در دوره استقلال ثبت شدن چگونه است؟ یعنی پیشروی هست؟ پیشروی دیده میشه. یک دوره من امیدم نبود. یک دوره همین کمتر دلخونه کم شدم. یک دوره ها که نکی سالهای آخر میبینم که جوان ها چه جهت میبینم که کارگردان جوان الکی آب و تاب یافته ایستادن از یک فیلم به فیلم دیگر الکی معلوم است پیشروی آنها و این شهادت آن است که شباهت آن است که فیلم های ما هم با درجه پیشینه میرسند با استادان ریژیسوران پیدا میشوند با مهارت پیدا میشوند و در عرصه جهانی هستند الکی یک دو سه فیلم است که برآمده نگاه میکنند ما از آنها افتخار داریم و امید داریم و هم نزد ما قرض دارم یک دوره گفتم که بسیارتر با آن باید استحصال کنیم بسیارتر چی در تلویزیون چی در کینو چی در تئاتر ما در پیش تماشاگران قرض داریم همین ما که نبراریم این همین فضای خالی پر میکنن با فیلم های پوچشان با فیلم های ویشان میداره پوچ میکنن تماشاگران میکنن ایدنا گوه فکرانی و دیگر میشن ما باید پر کنیم حالا در سینی پیرانسالی من باوری دارم که باز پدر و مادرهای خوب و یک وفادار با مهر، با محبت، با صداقت با فرزندان چخیل آموختنی راه و روش زندگی، حیات، معنی زندگی را همراه غالب پیشکش کنیم. هر یک شخص تا آخرین نفس آرزو دارد. آرزوی شما همیشه سلامت بودن و با مردم نقش آفرین کردن و هنرنماییشان بودن. با مردم هم با خودم. این برای من هم درس است. برای من هم غذا است. باز تصور کنید هنرمند از صحنه کنید یا از اکران کنید و بیکار و پژمرده میشه. خیلی گولا میکنید و پژمرده میشه. یک وقت 3 ماه بس کرده بودم. ما گفتم بس خیلی نفقه رفتم گفتم بس است. بودم دیوانه میشه. نمیشه. روزها یک گپ دارد. کسب ما لگراد میکسب. خیلی دکترها هست. این همان کسب ما میخواست. این دکترها خیلی جسمان توابت میکنند. ما روحان پسیکولوژی توابت. ای زبردستی زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار. با چی کار آیدت جهانداری، مردنت به که مردم آزاری. یک معلمان گفت که چند وقت ما گفتن که 1 سال بیان میخوانیم تمام خطا میکنید. 1 عمر شما امتحان میسپرید. پیش تماشایی که برآمده امتحان شما همین است. گرد من بسیارتر آدمان نیک چی در اینجا چی در مسکو چی در با همکاران برجسته من همین روسوی پریبالتیکایی من اوکراین من همین عربای هندوستان من هر کجا آمدم بودم در خدمت اونا من فخر میکردم. زیرا خود نیکبین بودید. با من بعضا حسد میبردن. من تشویقاتم کردم که بیا در این دوره جنگ من بسیار تشویقات کردم تئاتر سمرقند بزنم. زبان توشیقی تئاتر سمرقند وعده دادن. 3 خانگی وعده دادن. در مسکو وقتی همکاران کورسای ما من گفتم چی کجا میرم من. حتی در همون شدیدترین روزها من در این نشان ببینم. خیلی که استاد طاهر صابری رو گفت که همین وطن من چیز من همین در دوش من هم است. هم آبادیشو هم دردشو هم خوشیشو هم خوشی من و هم چیز من در کتف من در وجود من در چیز من است. هیچ کجا نرفتیم هم گذشت همش خوب همه چیز دارم شکر خدا. در پیش یک جشن است که برای هر یک فرد جمهوری تاجیکستان بسیار عزیز است و مقدس. یعنی این هم باشد وحدت است. و اندیشه شما وحدت چیست؟ از دوستی، از اتفاق برکت می‌یابیم، رونق می‌یابیم، رشد می‌یابیم. همین از نااتفاقی، همین دشمنی، این اون چیزی که داری همون گم می‌کنی. چی در اویلت، چی
چی در کارت چی در زندگی همون برکت گم میکنه. وحدت این آدم است، اویله‌اش است، فرزنداش است، دوستاش است، همسایه‌هاش است، همکارهاش است، هموطنهاش است، هم ملت است. این است، این وحدت است. اگر خلق اتفاق باشد و همه چیز حل میکنه، همه پرابلم ها حل میکنه. وقتی که ناتفاق باشد درخت دوستی بیچیم بدون کوک کمون 25 سال است که آزادی داریم، 25 سال است که آرامی داریم، 25 سال است که راحت عمر به سر میبریم. بخشیده با 25 سالگی استقلالیت چی گفتنی؟ اینو ببینید باز هم میرویم سری. اینو ببینید علاقه 25 سال گذشته، علاقه 25 سال شاید برای ما این زیادتر میتابه، لیکن برای تاریخ این هیچ است. برای تاریخ هیچ است. در 25 سال این کوچه ویرا، این عبوریه بید، این قدر زیبا، این قدر زیبا، این نه تنها در میشه، در همه جای، این قدر برکت، این قدر چهره کشادگی. اینش چی است؟ این هم از وحدت است، هم از استقلال است، هم از آرامی است، هم از آسایشتگی است، هم از این است. همین نباشد، این مصر، این سوریه، این یمن. در سوریه بودم سال 87 بناور گرفتیم، استاد آباد بود، یک جمهوری آباد بود. هم مسلمان ها، هم یهودی ها، هم خریستان ها اتفاق وحدت بود زندگی میکردن. باز اینجا این مثال آبی است. این خرابه ویرانه این از بی وحدتی این بی مقایسه کنیم زندگی با زندگی خودمان. هزار بار شکر خداوند، هزار بار شکر رهبران ما، هزار بار شکر این سروران ما که همین تلاش دارن، کوشش دارن و ما هم از دست ما چی میگم؟ چیزی که در خونمان است، در دلمان است، برای 25 سالگی چیزی قدرتمان است میکنیم. فیلم باشد فیلم میکنیم، نمایش باشد نمایش میکنیم، تئاتر باشد یگان اثر باشد. از جان دل چی دریغ نمیداریم. حتی باز ما که در همین چهاربینای حکومت منم دویم اشتراک دارم در همون جشنواره های حکومتی. من دویم اشتراک میکنم، دویم چی در وحدت باشد، چی در نوروزی باشد، چی در استقلالیت باشد، دویم بند هستیم. همین چیز دست ما دو چند کرده، سه چند کرده خدمت ما این قرض ماست. این ما در پیش وطن قرض داریم، ما در پیش جوان ها قرض داریم، ما در پیش نبیره های قرض داریم و همیشه وقتی که نمایش می شود با تماشابین با فیلم و در اکران ما جوان های وادار میکنیم که این همین به این راه روید به مقصد میرسید، به این مهنت روید، مهنت کنید، طاقت که مهنت کنید به مقصد میرسید. غرور و این همین بستر و سامانی و همین این هیچ کجا به نمیرسید. این وظیفه ما همه است و ما تا اونی که خون در بدن است ما تیار هستیم. غالب اسلاموف یک هنرمند واقعا باسواد و نوتکرار است. حکومت جمهوری غالب اسلاموف را با عنوانهای هنرپیشه شایسته جمهوری، هنرمند خلقی تاجیکستان سرفراز گردانده است. بسیار مشکل است بین آنها سزاوار شدن. غالب اسلاموف یکی از هنرپیشه های اگر گویم که زبردست ملت تاجیک گویم من خطا نمیکنم. زیرا غالب اسلاموف چی در سینما چی در اسپکتاکل های نمایشنامه هایی که در تلویزیون ثبت شده و در خود تئاتر هم گویم یکی از بنیاد سیماهای عالی جناب را بنیاد یک ابرازهای خاراکترهای آفریده است که در دل تماشابین دیده تماشابین جا مانده. غالب اسلاموف از زمره اکتورانی هست در جمهوری ما که در یک ژانر فعالیت ندارد، در یک ژانر فقط با هنر نیست، در همه ژانرها غالب اسلاموف هنر خیلی هم خودآزاد و طبیعی دارد. تئاتر و سینما و تلویزیون با استعداد فوق‌العاده‌اش او را به مرتبه مرد زیایی رساند.
این مرد خاکسار و عادی، حلیم و مهربان، با همسر عزیز و مهربانش و فرزندان و نبیره‌های دوسترویکش عمر خوش به سر دارد و شکرانه روز و روزگار و چنین وطنی آباد و زیبا می‌کند. انسان بزرگ است. دلی بزرگ دارد. دلی بزرگ دارد. درست. رفیق بزرگ است. برای همین با وی ممکن همین خیلی رفتار کنید که وی شما را باز نمیدونم در تئاتر هم همین خیلی با غالب اسلاموف بسیار تیاری دیدن لازم نیست. یک خصلت دارد که یک بار میفهمونید و میتواند از دیگر ارتیست‌ها هنرپیشگان تیز این را اجرا کند، از یاد کند و همون را از گفته شما بلندتر خوبتر کرده نشان می‌دهد. غالب اسلاموف هنرپیشه عادی نیست. موصوف هنرمند است دارای فرهنگ بلند انسانی. او با تماشابین عادی که باری نخست به تئاتر آمده است احترامانه رفتار می‌نماید و با سخن‌های نرم و محبتانه عرض دل می‌کند، مهرش را به تئاتر می‌افزایاند. او در حقیقت اکتور است و در آخر برایش تنصیحاتی و همیشه روی صحنه ماندنش را آرزومندیم، زیرا آرزوی او نیز همین است. باقی شما نیز در کدام جاده‌ای که باشید برایتان موفق و تنصیحاتی تمنا می‌کنیم. خیر تا برنامه‌های دیگر.